دادگاه ایران بازیگر سابق تیم ملی جوانان ایران امیر نصری آزادانی را با جرم اشتراک در اعتراضها ضد نظام جمهوری اسلامی و دست داشتن در قتل سرهنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسماعیل چراغی و دو عضو سازمان این نیمه نظامی طرفداران جمهوری اسلامی بسیج به قتل محکوم کرد. سرهنگ چراغی و دو عضو بسیج محمد حسین کریمی و محسن حمیدی روز 7 نوامبر سال 2022 در جریان موج اعتراضات ضد نظام جمهوری اسلامی کشته شدند. این اعتراضها ایران را بعد مرگ مرموز دختر جوان با نام مهسا امینی بعد بازداشتش از سوی پلیس اخلاق برای بدحجابی فرا گرفته است. روز 20 نوامبر تلویزیون دولتی ایران ویدیوی بازداشت 4 نفر متهم به قتل این 3 نماینده نظامی را نشر کرد. در گزارش نام بازداشت شدگان آورده نشد، ولی بعدا در شبکه‌های اجتماعی نام‌های آنها را نشر کردند. یکی از دستگیر شدگان در این پرونده پر سر و صدا امیر نصری آزادانی بود. مقامات ایران در ظرف نه کمتر از 1 ماه تفتیش مرافع این پرونده را انجام داده و این ورزشگر جوان را به قتل محکوم کردند. به حمایت از این فوتبالباز 26 ساله شماره زیادی از فوتبالبازان ایرانی از جمله سابقه‌داران سرشناس چون علی کریمی و مهدی مهدویکیو صدا بلند کرده خواستار لغو حکم قتل او شدند. دروازه‌بان تیم ملی ایران علیرضا بیرانوند نیز بدون بردن نام نصری آزادانی ضد صدور حکم قتل صدا بلند کرد، ولی روز 12 دکامبر صحیفه او با بیش از 4 میلیون آبونچی در شبکه اجتماعی به طور مرموز بسته شد. اعتراضها در ایران ماه سپتامبر سال 2022 در پی مرگ مهسا امینی یک دختر 22 ساله کرد آغاز یافت و اینک 3 ماه باز ادامه دارد. مهسا امینی در تهران از سوی پلیس اخلاق برای درست رعایت نکردن مقررات مربوط به طرز پوشیدن حجاب دستگیر شده در بازداشت جان داد. شاهدان میگویند که او قربان عذاب و عقوبت از جانب مقامات شد. بنا به معلومات خبرگزاری ایرانی تا 4 دکامبر در جریان سرکوب اعتراضها در سراسر ایران دست کم 471 نفر از جمله 64 نابالغ به هلاکت رسیده بیش از 18,000 نفر بازداشت شدند. روز 8 دکامبر با قرار دادگاه حکم قتل محسن شکری 23 ساله اجرا کرده شد. او نخستین نفر از اشتراک کنندگان اعتراضها است که حکم قتلش به اجرا رسید.